در این مکان اینجا به نام فضل ربی رحمانی کسی زندگی میکنه که مبارز تخلص میکنه. مبارز در سطح تلفن البته. این آدم کودن بی سواد ببینین چون شناخت وجود نداره، هر کی که از وطن برآمده در اینجا هر چی که بوده، هر فعلی که داشته فرمانده شده. اینمی رزیل در چندین گروه ها ببینین که این چه رقم افتراق افغانی میکنه، چه صداهایی که نمیگذاره. یک انسان به شخصیتی است که کلگی در مورد ازی شناخت داره. شناخت و برادرای خنجان حتما زیادتر میشناسن. به خاطر ازی که برای دگرای عبرت شوه، ایره باید یک دا قفاق دمی دان ازی زنن که دان ازی چپ شوه. و برای کلتان میگویم هر جایی که ایره گیر کده، ایره دمی دان ازی که قفاق ایره زیاد نه، یک دا قفاق دمی دان ازی بزنه که دان ازی چپ شوه، که دان ازی بسیار کثیف است. و این فکر کرده که البته در جمهوری اسلامی ایران ما پیدایتان میکنم که اون رفت عملا بچا گریخت سی گریخت، از موقع خود گریخت، تلفنش هم گل است و ایره عملا دزگیر کرده به پلیس تسلیم میکنیم که فاسد به عزت اینمی باعث بسیار گپا شده و دیگه گپای از ما خبر دارم.